امروز آمدم یه چیزی دیگه رو براتون توضیح بدم در رابطه با چشم. این چشم از اون جایی که ما الان همه تو صفحه مانیتور، تو صفحه موبایل، تو صفحه گوشی، تو صفحه لپتاپ، هر چی که نور مستقیم میخوره به این چشم، این باعث میشه که مشکل ایجاد کنه. مسئله دیگه که نخوردن آب، مسئله دیگه تغذیه ناسالم، چیپس و پفک سس و مایونز و مرده‌شوری سس و مایونزا رو ببره، بعد نوشابه و شیرین کننده های مصنوعی و اینا باعث شده که یه بیماری هایی بیاد مثل خشکی چشم. خشکی چشم خب این غدد اشکی یا اشک و توش نگه نمیداره یا تولید نمیکنه، خب یا کم تولید میکنه، یا این باعث حرارته یا این باعث خشکی چشم میشه. خب چه کار بکنیم؟ چه کار بکنیم که اول آب به مقدار فراوان بخوریم. اومگا 3 برای چشم ما لازمه، ولی یه دانه بسیار مفید به اسم دانه چیا که اومگا 3 داره، اینو میریزین تو آب هویج که ویتامین آ داره. نداشتینم اینا رو نداشتیم هم بریزین تو آبم بخورین، این اومگا 3 که لازمه چشمه براتون تهیه میکنه. خب حالا یه مریضی بعدی، دیابت داری، بعد شبکیه چشم دچار مشکل، فشار چشم داری، یعنی میری میگن دکتر میگه آقا فشار چشم داری، مخصوصا دیابتی ها که یهو انسولین میره بالا، مثلا برنج مخورن انسولین انقدر تولید نمیشه که این برنج و قند و شیرینی و اینا رو بشکنه. خب این فشار چشم میاره، این رو با جراحی با اینجور چیزا جلوگیری میکنه. من یه پستی هم گذاشتم که طرف فشار چشمش مثلا از 10 تا 20 بوده شده 25 یا 24 یا 27 با این دارو گیاهی من که حاوی میوه های جنگلیه، دم کنید بخورید، امتحان کنید، هیچ ضرری نداره. امتحان کنید، یعنی دیابتی ها، یعنی کسایی که فشار چشم دارن، یعنی مشکل شبکیه دارن یا خشکه، این دمنوش ما رو دم کنین بخورین، باور کنین خیلی خوب میشه. بنا به تجربیات چند ساله من خیلی خوب جواب داده، عالی جواب داده ها. حتی کسایی بودن که میگفتن ما تار میبینیم، دیابتی هن، فشار چشم دارن، این رو خوردن، بعد از مدت ها گفتن خیلی خوب شده، کمک کرده. البته توقع نداشته باشی با 2 بار 3 بار خوردن بگی نه بانوی فایده نداره. حاضرین کلی دارو آمپول بزنی جراحی کنی ولی فایده ای نداشته باشه. اینو لطفاً امتحان کنید. من چون شما رو دوست دارم راهکارهای ساده بهتون میدم. آرزومند سلامتی شما، بانوی عطار.